برای حفظ و بقای سرمایه‌ها و نعمت‌ها و توفیقات ارزشمند عنایت بفرما. شکر مایه حفظ نعمت و بقا و دوام نعمت است و شکر نعمت‌ها سبب تولید برکت از نعمت است. اگر نعمت باشد عامل حفظ نعمت شکر باشد نباشد، نعمت از کف انسان بیرون می‌رود و نعمت مسیر خود را طی نمی‌کند و نعمت تبدیل به نعمت می‌شود. اونهایی که به کمالات رسیدند با همین نعمت و اونهایی که به درک رسیدند باز هم با همین نعمت، اونهایی که شکر نعمت‌ها را و قدر شناسی از نعمت‌ها را و نعمت‌ها را در مسیر اهداف الهی قرار دادند، نعمت اینها را به سعادت رساند و اونهایی که هدف از نعمت و مسیر نعمت با کفران نعمت و عدم شکرگزاری و قدرشناسی از صاحب نعمت با نعمت برخورد کردن، همون نعمت سبب انحراف و انحطاط و نابودی اونها شد. تنها راه پربار کردن نعمت و با برکت ساختن نعمت این هست که سپاسگزار و قدرشناس نعمت‌ها باشیم. از کسی که به ما خدمتی هر چند ناچیز باشد در جهت رشد ما، تکامل ما، هویت ما، شخصیت ما، سعادت ما، آگاهی و بیداری ما بردارد، باید قدرشناس باشیم. چون خداوند ذره را بدون پاداش نمی‌گذارد و من یعمل مثقال ذرة خیرا یره. اگر کسی مثقال ذره‌ای خیری انجام بدهد، خداوند قدرشناسی می‌کند، خداوند تشکر می‌کند، خداوند پاداش می‌دهد، بدون پاداش نمی‌گذارد. جا داره که بعد از تشکر از خداوند که صاحب منت و نعمت است، تشکر از حق خدا بکنید. شما هم بندگان نیک خداوند هستید. ما این برنامه رو در چنین شب مبارکی، در چنین ماه مبارکی، ماهی که در اون برکت متولد شد، نور متولد شد، اخلاق متولد شد، علم متولد شد، معرفت متولد شد، توحید متولد شد، ایمان متولد شد، اخلاق متولد شد، اتحاد و انسجام، محبت، صفا و صمیمیت، عشق، دوستی، همه مسائل خوب با تولد این شخص مبارک و خوب متولد شد و از اون تولد دنیا رو تحت شعار خودش قرار داد. ماه ربیع الاول، ماه تولد پیامبر از شأن اسلام، معلم بشریت حضرت محمد مصطفی باید خداوند را به خاطر این تولد معلم مهربان، معلم منصور، معلم خلاق‌ها و ایثارگر، معلمی که برای تعلیم بندگان خدا تبعیض قائل نبود. توفی علامه اقبال لاهوری شیخ محمد همارا، هندوستان همارا، مسلمی هم حق سارا جهان همارا،
در پیش منی چونی منی در یمنی من با تو چونم ای نگاهی یمنی خود در نظرم که من توام یا تو منی نگفته افغانی نگفته بنگالی نگفته عرب نگفته عجم نگفته فقیر نگفته تاجر نگفته سفید نگفته سیاه نگفته زشت نگفته زیبا نگفته جوان نگفته پیر نگفته زن نگفته مرد حسین علی رحمه الله اخبار کن چنین درس‌های بزرگی را چنین شخصیت بزرگی به ما درس داده و اون شخصیت و اون معلم خیرخواه و دلسوز و مهربانی که در تعلیم و تربیت بندگان خدا تبعیض صائل نبود، علم را همگانی کرده، اخلاق را همگانی کرده. حق مسلم هر انسانی است که به علم برسد، به اخلاق برسد، به الله برسد، به تکامل برسد. ای که دستت میرسد کاری باید از الله تشکر بکنیم به خاطر اون معلمی که چنین درس‌هایی برای ما داد که یکی از این درس‌هایی که به کار گرفته شده و در زندگی ما نقش آفرین بوده و در زندگی ما نقش داشته و ایفا کرده و امشب ثمره اون تعلیم بیریا بی تبعیض ما در جمع برادران مهاجرمون داریم می‌بینیم و این مراسم برگزار کردن دوباره خاطرات انصار و مهاجر تکرار شد. آتشکده کالون شد، چوندانهای نور شد، آتش پرست مدمون شد، اهلا و سهلا مرحبا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داد الله داد. چه درس‌های بزرگی به بشریت داد. از کی باید تشکر بکنیم؟ از الله که چنین معلمی را برای ما فرستاد که همه را در کنار هم بگذارد، که برادر مهاجر احساسیتی و تنهایی نکند در جمع برادران مسلمانش. واقعا امشب افتخاری نصیب من شد که دعوت شما را لبیک بگم. دعوت خیلی ها را من لبیک گفتم ولی اون زرنگی نبود، اونها اشباع شده بودن. انسان بعضی موقع اونقدر به فرزند خودش محبت میکنه که مبالغه در محبت نتایج منفی تولید میکند، ناشکری و ناسپاسی تولید میکند. شما نیاز شدید به محبت ما دارید، نباید کوتاهی بکنید. امشب جانانه من از شما تشکر میکنم برادرای مهاجر. چه لقبی بهتر از این، لقبی بهتر از این نیست. دو تا لقب اسلامی داریم، چیزی دیگر نیست، یا انصار یا مهاجره. این دو تا لقب اسلامیه. با تولد اسلام انصار و مهاجر تولد شده. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. بر لب پرتگاه جهنم قرار گرفته بودید. از تولد اسلام و از تولد معلم بشریت انصار و مهاجر تولد شد و با هم دیگر یکی شدند و آغوش رو باز کردند و تبعیض‌ها را برداشتند و یک پارچه و متحد و منسجم و یک دل و یک فکر شدند و همدلی و همفکری ایجاد شد و محبت و صفا و صمیمیت جایگزین کینه و دشمنی و حسادت و تکبر و غرور شد و منیت شد. منها در ماها ادغام شدند. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. من از شما تشکر میکنم. خاطره مهاجرت را در ما زنده کردید. امشب ما را در ایران، در شیراز، اگر بگم وطن خودمه، بس شما چه کاره هستید؟
من میترسم از این که بگم در وطن خودم سوء تفاهم ایجاد بشه، پس ما وطنی نداریم اینجا. ما را دعوت کردید که ثواب گیر ما بیاد، بیایید به چهره‌های منور شما و نورانی شما با تولد اسلام انصار و مهاجر تولد شده. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، بر لب پرتگاه جهنم قرار گرفته بودید. از تولد اسلام و از تولد معلم بشریت انصار و مهاجر تولد شد و با همدیگر یکی شدند و آغوش رو باز کردند و تبعیض‌ها را برداشتند و یک پارچه و متحد و منسجم و یک دل و یک فکر شدند و همدلی و همفکری ایجاد شد و محبت و صفا و صمیمیت جایگزین کینه و دشمنی و حسادت و تکبر و غرور شد و منیت شد. منها در ماها ادغام شدند. تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. من از شما تشکر می‌کنم، خاطره مهاجرت را در ما زنده کردید. امشب ما را در ایران، در شیراز، اگر بگم وطن خودمه، پس شما چه کاره هستید؟ من میترسم از این که بگم در وطن خودم سوء تفاهم ایجاد بشه، پس ما وطنی نداریم اینجا. ما را دعوت کردید که ثواب گیر ما بیاد، بیایید به چهره‌های منور شما و نورانی شما سیماهم فی وجوههم من اثر السجود و اون همه شور و شعوری که در شما هست و عشق و علاقه و صفا و صمیمیتی که در شما هست و اینجا در این محل مبارک، در این مجلس و برنامه مبارک تبادل عاطفه های زیبا بکنیم. گر در یمنی که با منی پیش منی، دوباره میکنم و پیش منی چونی منی در یمنی، من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در نظرم که من کنم یا کنم. انما المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة. مهاجر ما رو دعوت میکنه که انصار باشیم. سبحان الله. مثل این که ما وظیفمون رو فراموش کرده بودیم، مهاجری می آید ما را وادار می کند خواسته ناخواسته که انصار باشیم و ثواب زیران بیاد و هویت پیدا بکنیم. یا باید برای بندگان خدا و دین خدا انصار باشی، نصرت دهنده باشی، یا باید مهاجر فی سبیل الله باشی. مهاجر انصار رو تولید میکنه و انصار مهاجر رو تولید میکنه، همینطوری که بدون زن و مرد ممکن نیست. شب روز تولید میکنه و روز شب رو تولید میکنه. همه مکمل یک دیگر هستیم. عروسی بهانه است. این جلسه ها و این محافل و این عروسی ها سبب میشه که ما به ارزش های والای اسلاممون پی ببریم. اون کسی که چنین جلسه‌ای رو برگزار کرد و هماهنگ کننده این جلسه امشب بود، چقدر خیرخواه ما بود. من نبودم، یک مهاجر افغانی خودتون بود، حاج عبدالله خودتون. یک ماه پیش با من تماس تلفنی داشتن. اگر 3-4 تا مراسم عروسی با هم تو شیراز برگزار بکنیم، شما بیاید، چه سعادتی است. خواست خدا میاد، با عشق و علاقه میاد. یک نفر با یک زنگ تلفن سبب این مجلس خیر با برکت شد.
این موبایل چقدر با برکته، ابزار کاره. با موبایل میشه تبریک عید گفت، با موبایل میشه یک زنگی بزنید، یک مسیج بفرستید، برادر مسلمان تولد گرامی پیامبر عظیم الشأن اسلام به شما و خانواده محترم شما تبریک میگم. زنگ تلفن موبایلت بزنید، مسیج بفرستید، برادر مسلمان عید سعید قربان را به شما و خانواده محترم شما تبریک میگم. برادر مسلمان عید سعید فطر را به شما و خانواده محترم شما تبریک میگم. نماز روزتون قبول باشد. با یک موبایل، با یک شماره گرفتن، ابزار باید در خدمت اسلام باشد. امشب برای من شب بیاد ماندنی، بسیار مراسم مبارکی است. چقدر باید از الله تشکر بکنیم. این انتظار من از اهل سنت شیراز داشتم، ولی مهاجرین سبقت گرفتن، تو خاطرات من ثبت شد که عروسی های جمعی برگزار کنن، علما رو دعوت کنن، صفا و صمیمیت ایجاد کنن. ولی شما مهاجرین گوی سبقت را رو بودید. من شیراز زیاد آمدم، اما برای مراسم عروسی اولین باره من در چنین جمع مبارکی نیت خیر کردی، قدم خیر برداشتی، خدا کمکتان کرد. این اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند نگاه نمی‌کنه کسی که قدم خیر برمی‌داره کجاییه. خداوند نگاه به نیت خیر و قدم خیر می‌کنه، نگاه جیب نمی‌کنه پاره یا خالیه، نگاه به رنگ نمی‌کنه، نگاه به شخصیت اجتماعی نمی‌کنه، حس و مقام نمی‌کنه، نگاه به نیتت می‌کنه و همراه نیت خیر قدم خیر و تلاش خیر و توکل بر خدا. من خیلی از شما تشکر می‌کنم. خداوند به همه شما رضای خیر عنایت بفرماید. در همه کارهاتون خاتمه به خیر بشوید. خودتون و خانواده‌تون. در دیار غربت هم می‌شود دیندار شد و دیندار ماند. در آوارگی هم می‌شود انسان دیندار باشد و دین و ایمان و جوانان شما حفظ. میدونی آواره و بدبخت چه کسیه؟ سرور من گفتن که امشب شما آمدی برای یتیما، مهاجرین رو تشکیل به یتیم کرد، بی‌تأسف. ولی من این تعبیر رو میخوام داشته باشم: کسی که الله دارد دارد نیست. یکی هست و مفلس و فقیر، کسی که ایمان نداشته باشد. آواره واقعی آوارگی که از بی ایمانی تولید می شود. تو قلب خانه خودت آواره و بدبختی چون دین و ایمان نداره. اگر الله یاره هیچ غم نی، اگر دشمن هزار هیچ غم نی. فمن یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که بر خدا توکل داشته باشد الله کافیشه. الله حضرت موسی را در قصر فرعون در لحظه حساس زندگی فرعون، در لحظه‌ای که خشم فرعون به اوج رسیده بود و هزارها
کودک پسر بنی اسرائیل را سر بریده بود، الله با اون قدرت عظیمش موسی را متولد کرد و تو قصر فرعون، اما زیر نظر خودش تربیت کرد و بعد فرعون در بدر شد و الله بچه یتیم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را به شهرت جهانی رساند و دینش رو جهانی کرد و فکرش رو جهانی کرد و الله حضرت یوسف ابن یعقوب تنها در ته چاه را به خزائن مصر نشاند. کسی که ایمان دارد تنهاست، کسی که الله دارد تنهاست، کسی که اخلاق و ایمان و اعتقاد دارد و باور راستین دارد، خلع سلاح شده یا مسلحه. زمانی باید احساس تنهایی بکنید که ایمان نداشته باشید، اخلاق نداشته باشید. کسی فراموش نکنه امشب جشن عروسی ها، امشب مراسم عروسیه، امشب جشن شادیه، نه به خاطر که این سه تا عزیزمون تو شلوار پوشیدن بلند انداختن گردنشون، به خاطر که تو این جلسه فساد نیست، منکرات نیست، انحراف نیست، بی ایمانی نیست. هر لحظه‌ای که انسان در اون لحظه بتواند معصیت خدا نکند، اون لحظه لحظه شادی است. هر لحظه‌ای که بتوانید در اون ساعت و اون لحظه طاعت خدا بکنید، خدمت خلق خدا بکنید، یک لبخندی رو جاری بکنید، دلی رو شاد بکنید، ناامیدی را امیدوار بکنید، دست نوازشی بکشید، عزیزی را در آغوش بگیرید، به خاطر خدا. اون لحظه لحظه غم نیست، اون لحظه لحظه شادیه. غم و اندوه و مصیبت زمانی می آید که لبهای تو از خنده و قهقه باز باشد، اما بر معصیت خدا باشد. اونجا ماتم هست. هر وقت موفق شدید معصیت خدا بکنید، هرچند اگر تو هم با شادی باشد، اونجا خطرناک است و باید به درگاه خدا رو آورد و طلب توبه و معذرت خواهی کرد. جا داره من تبریک و تهنیت عرض بکنم خدمت این سه عزیزی که اینجا حضور دارن. مجلس مال این هاست و من یک کوتاهی کردم که میخواستم اسمشون یادداشت بکنم، ولی بلافاصله اسمم خوندن که بیام بالا اسمشون رو ببرم، این سه تا عزیزمان. ولی اما من اون لقبشون رو میگم، عبدالله. هر سه تا عبدالله هستن، بنده خدا هستن. عبدالله این مجلس طهارت و عفت و شرم و حیا و پاک دامنی را و این جشن پاکی و طهارت را و این جشن ازدواج را به این سه عزیزمون تبریک و تهنیت عرض می کنم و برای این سه عزیزمون و همسران محترمشان آرزوی مزید توفیق از جانب پروردگار دارم و امیدوارم که در همه شؤونات زندگی خاتمه به خیر بشوند و ثمره این ازدواج پاک در این مجلس خدایی فرزندان سالم و صالح و مصلح و عالم و دانشمند برای جامعه بشری و اسلامی باشد. بگید آمین. و هر جوانی که تا به حال موفق نشده نصف دینش را کامل کند و ازدواج کند، خداوند اسباب ازدواجش را میسر بگرداند و در آینده نزدیک بتواند ازدواج کند و اون هم به چنین مراسمی نائل بشود و به رضای خدا برسد. دیگه آمین.
مطالبی که برای گفتن لازم هست زیاد هست و متنوع هست، مناسبت ها هم زیاد هست. اما از اونجایی که ماه ربیع الاول هست، بد نیست من اشاره بکنم به چند تا از ویژگی اون شخصیت بزرگ و اون معلم خیرخواه و دلسوز چه ویژگی هایی داشت. ماه ربیع الاول ماه تولد آن حضرت هست. پس چه زیبا و زیبنده هست که مختصری درباره ویژگی های ارزشمند اون حضرت صحبت کنم و بی مناسبت هم نیست. یکی از اون ویژگی ها عنوان همین جلسه هست. تولد اون حضرت خیر و برکت بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت 3 مرحله زندگی داشته. 1 ولادت، 2 بعثت، 4 مرحله: ولادت، بعثت، هجرت، رحلت. ولادتش تحولات عظیم و دگرگونی‌های عظیمی در دنیا به وجود آورد. بعثتش بعد از 40 سال دنیا را متحول ساخت. هجرتش پایه‌گذاری و پایه‌ریزی دولت قدرتمند اسلام شد که بیش از 600 سال در مصر اروپا حکومت کرد. در قلب اندلس اسپانیایی امروز بیش از 600 سال در مصر اروپا در مدت همون 10 سالی که پایه‌ریزی دولت قدرتمند و مبتنا بر عدالت یا مبتنی بر عدالت و دادگری و برابری و برادری و علم و منطق و اخلاق پایه‌ریزی کرد. این برکت هجرت بود و بعد از اونم رحلت. و از رحلت پیامبر شاگردان پیامبر شکوفا شدند. تا اون حضرت در حیات بود نور اونها کمرنگ بود، اون خود شکوفایی و اونها شکوفا شدند. و خداوند به اونها درسی داد که هیچ موقع توکل به شخص نکنند، حتی اگر اون شخص نبی باشد. من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. خطبه ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود رحلت یک بیداری بود. ولادت، بعثت، هجرت، رحلت از وابستگی در آمدند. کسی که محمد را می پرستید دیگر محمد مرده. و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. کسی که خدای محمد را می پرستید اون حی لا یموته. سبحان الله. هم ولادتش درس بود و هم بعثتش درس بود و هم هجرتش درس بود و هم رحلتش درس بود. چه بسا شخصیت های بزرگی چون امام اعظم رحمت الله علیه، چون امام مالک رحمت الله علیه، چون امام شافعی رحمت الله علیه، چون امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، چون محمد بن اسماعیل رحمت الله علیه، چون امام مسلم رحمت الله علیه، شخصیت های بزرگ در چنین مجالس ازدواج پاک و طاهر و با تقوا در چنین شبهای مبارکی که افتتاحش با تلاوت قرآن باشد و در لابلای برنامه و جشن و شادی ازدواج مسائل دینی و ایمانی مطرح بشود و خاتمه برنامه با صلوات و درود بر پیامبر باشد.
چنین نطفه های بزرگی در چنین شبهای مبارکی بسته شده و اون هم ولادت های بزرگ شده، حرکت های بزرگ، جریان های بزرگ. چه افتخاراتی نصیب شد. چه افتخاری نصیب ما و شما شده. نعمت علم و معلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی می‌فرمایند که لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس. اگر علم و دانش متعلق به ستاره غربی بود، مردانی از ایران زمین به اون دست پیدا می‌کردند، از بلاد فارس و بلاد فارس قدیم خراسان بود و خراسان شامل کل مناطقی از افغانستان و پاکستان و قسمت‌هایی از ایران میشد. خراسان مردان بزرگ بلند شدند. از اون ولادت مبارک در عمر کوتاه با فکر جهانی و خیرخواهی جهانی که داشت، دین را از جزیره العرب محدود بیرون کشاند و از همون ولادت و همون بعثت و همون هجرت چنین شخصیت‌های بزرگی متولد شدند و جهان اسلام را غرق نور کردند، رحمت و شفقت ایجاد کردند. سوال اینجاست، درباره ولادت صحبت نمی‌کنم، اما درباره 5 تا صفت مختصر صحبت می‌کنم. قبل از بعثت آن حضرت کفار قریش، مشرکین عرب جاهلیت جزیره العرب که از اونها جاهلیتی عظیم‌تر در دنیا وجود نداشت، اونها جاهلیت معرفی کرده الله. این شخصیتی که هنوز به بعثت نرسیده بود، اما آثار بعثت که این در آینده شخص بزرگی می شود از بعد تولدش بر او آشکار بود و نمایان. این محمد را با 5 تا صفت معرفی کرده بودند، لقب داده بودند. تا قبل از سن 40 سالگی خوب گوش بدید، میخوام از این جلسه برید بیرون، این 5 تا کلمه داشته باشید. 5 تا کلمه نیست، 5 سرمایه است. 1 محمد امین، 2 محمد طاهر، 3 محمد صادق، 4 محمد حکیم، 5 محمد رحیم شفیق. یک بار دیگه میشمارم. این القاب و این ویژگی ها کفار قریش قبل از بعثت آن حضرت در سن نوجوانی و جوانی با حضور بزرگان قریش به این جهان دادند. طاهر، امین، صادق، حکیم، رحیم. 5 تا سرمایه. هر کسی این 5 تا سرمایه داشته باشد، اگر سیاه زنگی حبشی هم باشد، بر دلها حکومت می کند. اگر نار شب نباشد و شکم گرسنه و لب خشکیده باشد و پا برهنه باشد، بر دنیا حکومت می کند. و هر کسی نداشته باشد، اگر بر تخت سلطنت هم باشد، به زمین می‌خورد. 5 تا
سرمایه. من مطرح میکنم فقط از خودتون سوال بکنید که از این 5 تا سرمایه که از این تولد مبارک در ماه ربیع الاول صورت گرفته چه بهره بردید؟ چقدر نصیب شما شده؟ چند درصد امانت محمد نصیب شما شده؟ چند درصد طهارت محمد نصیب مسلمان شده؟ چند درصد حکمت محمد نصیب ما شده؟ چند درصد رحمت و شفقت و مهربانی و خیرخواهی محمد نصیب ما و شما و خانواده ما و شما شده؟ چند درصد از صداقت محمد نصیب ما و شما شده؟ محمد امین صحبت نکنید، سکوت را رعایت کنید. سکوت شما در چنین محلی نشانه حکمت شماست. محمد امین قبل از اینکه به امانت بپردازیم و اینکه جامعه بشری و انسانی چقدر این سرمایه نیاز دارد تا سرمایه ها را حفظ کند و با حفظ سرمایه ها بشریت را به جلو بکشاند، به تعالی برساند. وقتی امانت به زمین می‌خورد بشریت به زمین می‌خورد، پیشرفت نمی‌کند. و وقتی به زمین خورد توانمند نمی‌شود. کسی که به زمین می‌خورد که عوامل توانمندی و اسباب توانمندی را نداشته باشد، وقتی امانت نباشد جامعه ساقط می‌شود. بیرحمی در جامعه حاکم می‌شود. همه بیرحمی‌ها و جنگ و کشتارها و خیانت‌ها نتیجه بی‌امانتی است. اما قبل از اینکه به محمد امین بپردازیم، به قسمت دوم امین، وقتی که اسم محمد برده می‌شود چه احساس می‌کنید؟ محمد بوی چه ازش میاد؟ بوی خون، بوی تاریکی، بوی ظلم، بوی غدر و خیانت، بوی بی‌ناموسی، بوی شراب. همین 4 تا حرف میم، ه، میم، دال. اسم دیگر میبرم، گوش. بوی چی ازش میآید؟ قبلش فرعون، بوی چی ازش میآید؟ این 2 تا اسم تلفظ کن. محمد و از اون طرفش فرعون، ابو جهل، ابو لهب، نمرود. از اون بوی چی میآید؟ از این بوی چی میآید؟ و روح الریحان. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. بجوان سلام. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. و رفعنا لک ذکرک، نام تو را بلند کردیم. قبل از بعثت توسط کفار قریش به این نوجوان و جوان که در مکه میچرخید، این بچه یتیم بیکس، 5 تا لقب دادن. محمد امین، که سرمایه بزرگی، امانت، تکامل دهنده شخصیت آن حضرت. حتی کفار قریش که این لقب بهش داده بودن عملاً هم امانت‌ها را نزدش می‌گذاشتن. شما همتون تاریخ خوندید وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم هجرت به مدینه کرد، به ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت بیا همراه، سفر غار، همراه من در غار و همراه من در سفر هجرت. 14 روز 15 روز در بیابان‌های ساحلی جده راه افتادن. بسم الله، علی برکت الله، حسبنا الله
نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر راه افتاد. 100 تا جایزه گذاشته بودن، 100 تا شتر برای سر خودش و سر رفیقش، اما کسی موفق نشد اون جایزه را ببرد. به حضرت علی رضی الله عنه گفت که یک مأموریتی غیر از ابوبکر صدیق داره رضی الله عنه. گفت مأموریت من چیه؟ گفت در بستر مرگ میخواد جای من، یکی با خودم میبرم برای سر من و او 100 تا شتر گذاشتن، تو همونجا میخواد که شمشیر قبایل قریش احتمال دارد که بر فرق سر شما بیاید، دین نیاز به قربانی دارد. همونطوری که ابوبکر صدیق گفت لبیک، حضرت علی رضی الله عنه هم گفت لبیک. هر دو شاگرد اون مکتب بودن و قالبشون یکی بود و اخلاق و تربیتشون و آماده ایثارگری. اما یکی از اهداف رسول الله صلی الله علیه و سلم که به حضرت علی واگذار کرد، گفت ای علی بعد از من در مکه بمان. صدا میاد تا؟ نه منظورم صدای خودم میاد. گفت ای علی بعد از من در مکه بمان، امانت هایی که از اهل مکه پیش من هست بعد از من در مکه به مردمش به اهلش برمیگردون، در مدینه به من ملحق شد. یکی از اهداف رسول الله صلی الله علیه و سلم که علی در مکه بماند که امانت های اهل مکه را به صاحبانش برمیگرداند. حتی اهل مکه هم، حتی همین کفار قریش هم امانت ها را نزد محمد امین میگذاشتند. این جوان محمد میخواهد که امانتدار ایمان و اخلاق بشریت باشد. و امانتدار ناموس مسلمان ها باشد. چه امینی از محمد الامین امانتدار کرد. و در آخرین سفارشش در حجة الوداع بعد از اینکه توصیه ها را کرد و سفارش ها را کرد و با امتش خداحافظی کرد، چشمش به آسمان کرد و اینو تکرار میکرد: الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد. ای الله، آیا من ابلاغ کردم اون چیزی که به من گفتی بدون کم و کاست، بدون نقصان و زیاده، همونطوری که تو گفتی الیوم اکملت لکم دینکم، با همون کمالش، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الا هل بلغت، خودت گواه باش که من خیانت نکردم در امانتی که به من سپردی. سوال اینجاست، زمانی که محمد الامین بود و امانتداری در امت اسلامی بود، این سرمایه بود. میدونید امیرالمومنین عمر بن الخطاب یک جمله زیبایی دارد، میگوید از امانتداری محمد صلی الله علیه و سلم که بعد تبدیل به شاگردانش منتقل شد، روزی در مسلمانان رسیده که از مدینه تا یمن یک زن مسلمان تنها در این کوه و بیابان شب و روز راه میکنه بدون که محرم همراهش باشه، نمیترسد به جز از الله. امانتداری به اوج رسیده بود. اما امروز چی؟ یک زن مسلمان امیرالمومنین میگوید از امانتداری محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه روزی رسیده که از مدینه تا صنعا یک زن مسلمان جوان به تنهایی شب و روز راه کند، از هیچ چیزی نمیترسد به جز از الله. امروز اگر همسایه مسافرت میخواهد برود، طوری بیخبر میرود که مرد همسایه با خبر نشود و پسرهای مجرد همسایه مزاحم تلویزیونی برای خواهر مسلمانی که شوهرش مسافرت رفته ایجاد بکنه. بعضی موقع وقتی که تلفن‌های خانه رو کنترل می‌کنی، تو مخابرات مزاحم تلفنی رو بگیرید، یک دفعه مبهوت میشی، حیران میشی از خانه همسایه، از پسر جوان همسایه
مزاحم تلفنی ناموس همسایه میشود. امانت کجاست؟ امت اسلامی از امانت محمد، این سرمایه بزرگ محمد الامین چه بهره بردن؟ اصلا من خودم بیام به خودم نمره بدم، امانت محمد چقدر در تو هست؟ من اگه نمره به شما بدم شاید اشتباه بکنم، شما نمره به من بدید نمیتونید. یکی از شبها میرفتم مراسم، پشت یک دفترکی یک مطلب زیبایی نوشته بود ای کاش دلها چهره ها بود، ای کاش دلها چهره ها بود، ای کاش میتونستیم همطوری که چهره رو ببینیم دل مردم هم ببینیم چی توش میگذره. نه من میتونم به شما نمره بدم چون ساعات خلوتی دارم که شما نیستی، اونجا خدا میداند که من شما هستم. نه شما میتوانید به من نمره بدید نه من به شما نمره بدم، اما دو نفر میتونید به یک انسان نمره بدید، یکی اللهه و یکی خودته ولی الانسان علی نفسه بصیره. هر کسی خودش رو بهتر میشناسه میتونه به خودش نمره بده. وقتی تو نیست بدن شاید تو روزر گرفتی، تو به من سر دیدی شاید من سر بگیرم. این روز یکی از شاگردای من از من سوال رقص بزرگی بود، به من گفت شیخ، گفتم بله فرزندم، گفت رابطه تو با الله چقدر است؟ تو چقدر با خدا نزدیکی؟ سوالیه. درس تو بخون شاگرد چیکار به استادت داری؟ بی‌ادبیه. تو دهن شاگرد باید زد، گستاخی میکنی به استادت میگی تو چقدر با تقوا هستی. ولی عجب درس بزرگی بود. شاگرد به خودش جرأت داد که به استادش خدمت بکنه. استاد ببخشید یک سال، تو با خدا چه رابطه‌ای داری؟ چقدر نزدیکی؟ 2 سال پیش گفته، اما هنوز اون سال تکرار می شود. هر لحظه لغزش و خطا سوال تکرار می شود. یک بازدارنده است. محمد امین کاشکی عروسی های اسلامی باشید، کاشکی عروسی های بچه مسلمان فقط با کیک و شربت و شیرینی و شام تمام می شد. باز خیلی در امت بود. حالا سخنرانی سر عروسی بماند، کاشکی با شربت و شیرینی و شام و پذیرایی تمام می شد. اما عروسی مسلمانا با اختلاط زن و مرد و لخت و نیملخت و شراب و رقص و پایگویی و کلمات ضد اخلاق و رکیک و نازک و خواننده های بی تقوا و دسته‌های ارکستری بی تقوا و آلت های موسیقی که انسان های بی تقوا بر اون می نوازند. تو عروسی ها وقتی که برپا می شود خبر از همه چی هست به جز تقوا و ایمان و اخلاق. خیلی عجیبه وقتی میخوان سیغه دختر و پسرشون بخونن حلال بکنن از نظر شرعی برای همدیگر 2 حرام و 2 نامحرم، میگویند بسم الله علی برکت الله انکحتک فلان بنت فلان، با مهر و صداق فلانی آیا راضی شدی؟ قبلت؟ برای صیغه خوندن ملا لازمه، برای حرام و حلال کردن که این زن حرام به این مرد حرام حلال بشود و همسر شرعیش بشود بسم الله لازم است، الله لازم است. وقتی تمام شد برای جشن پایکوبی و شب مراسم به خدا میگن که معذرت میخوام تو کارت ورودی دارید برو پشت در. ابلیس بفرمان داخل. تو مراسم عروسی قرآن خونده بشه همه میگن ماتمه، چون قرآن تو مجالس اعضا خونده میشه، وقتی کسی میره قرآن میذارن.
چقدر ما عوض شدیم، چقدر امانت رو ضایع کردیم و خودمونم ضایع شدیم. مسلمان از مسلمان مسخره میکنه چون عروسی رو اسلامی برگزار کردیم. محمد طاهر، محمد علی، محمد طاهر، این جشن طهارته. آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 82-83 3 میلیون کشته ایدز بود. ایدز 3 میلیون در سال 82-83 سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که کشته داده و 5 میلیون نفر جدید به خانواده ایدز وارد شدن و ثبت نام کردن، یعنی آلوده شدن به ویروس. میدونی ایدز یعنی چی؟ که 3 میلیون در سال 83 کشته شدن و 5 میلیون جدید ثبت نام کردن. محمد طاهر، محمد علی، محمد طاهر، این جشن طهارته. آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 82-83 3 میلیون کشته ایدز بود. ایدز 3 میلیون در سال 82-83 سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که کشته داده و 5 میلیون نفر جدید به خانواده ایدز وارد شدن و ثبت نام کردن، یعنی آلوده شدن به ویروس. میدونی ایدز یعنی چی؟ که 3 میلیون در سال 83 کشته شدن و 5 میلیون جدید ثبت نام کردن. ایدز یعنی ازدواج نکردن، چون ایدز از فحشا تولید می شود و تنها راه جلوگیری از فحشا و بی‌ناموسی ازدواج است و راه ازدواج کردن این که خرج عروسی رو کم بگیری. زمانی که ازدواج کردن 2 تا جوان با 100,000 تومان شد، اون موقع امت اسلامی به خیره. آمار ازدواج در کشور خودمون تا سال گذشته 450 خورده هزار بوده. خیلی کمه، خیلی کمه. چقدر خوبه که 3 تا با هم یک خرج، هرچی بتونیم خرجا رو پایین بیاریم بهتره. اگر روزی رسید که برای زن حلال گرفتن و به طهارت رسیدن و به عفت رسیدن جوونی تونست با 100,000 تومان به عفت برسه، یا با یک انگشتر آهنی یا با 2 جز قرآن، در زمان پیامبر اینطوری صلی الله علیه وسلم اونقدر آسان میگرفت که همه به عفت برسن. اما جوان میاد میگه که زن حلال 100 میلیون تومان، حرام مفتی. متاسفانه پدر میاد میگوید مهریه 500 سکه بهار آزادی. جوان عقب میزنه، دنده عقب میره. 500 سکه بهار آزادی، شامم باید بدید، فلانم باید بکنید، سرویس طلا بماند، جاهای دیگه خونه به اسم دختران بزنید، وگرنه برو تو اهل ازدواج نیستی. با من هیچی کار ندارم. من جوان صابر محدود نیستم، اهل بی‌تقوا و بی‌ناموسی نیستم. در خونت زدم به سنت خدا و رسول خدا و فکرت اسلامی و انسانی خواستگار دختر هستم. دیگه خواستگار دختر من باید پول داشته باشد. برای حبیب شدن باید 100 میلیون پول داشته باشید. برای اینکه به عفت برسیم خودمون رو از فحشا حفظ کنیم باید 100 میلیون داشته باشیم. هیچ موقع جوان مسلمان نمیتونه داشته باشه. پس همه باید به عفت باشن. وظیفه علماست که میگویند، وظیفه پدراست، وظیفه بزرگان قومه، وظیفه تجاره. من 2 هفته دیگه در اطراف بستر 8 تا عروسی با همه، یه خیری پول هر هفته داره. یه خیر مؤمنی 7 تا داماد و یک جا میخواد جشن عروسیشون بگیره، اسلامی، تو یک از روستاهای اطراف بستر. چند شب دیگه هم 3 تا عروسی با هم دوباره توی یکی از منطقه‌های اطراف عوضه. چقدر خوبه. اگر جوانای توانمندن وقتی میخوان داماد بشن، یه بچه فقیر مسلمانی که 5-6 ساله همه چی آماده کرده فقط پول نداره، بگی بیا با هم ازدواج میکنیم، خرج تو من میدم. خودت بلند شد دست یک نفر رو بگیر،
محمد طاهر، یکی از طهارت‌های محمد ازدواج بود و یکی از توصیه‌های محمد ازدواج بود. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت منه. اولین فتنه بنی اسرائیل که هلاک شدن در زنها بود. زن با مرد کنترل می شود و مرد با زن، و عامل کنترل دهندشون و کنترل کنندشون ازدواجه، یعنی طهارته. کاری نکنید که ایدز ریشه طهارت را بسوزاند، ریشه جوانای ما را بسوزاند. کشور ما جوانترین کشور دنیاست. شاید نزدیک 30-40 میلیون جوانی که آماده ازدواج داشته باشیم، ولی از این 30-40 میلیون باور بکنید شاید 500,000 نفرشون پولشو ندارن. اون خرجی که امروز برای عروسی لازم است، حتی گلکاری روی ماشین 50,000 تومان، 100,000 تومان، آرایشگاه 500,000 تومان. من توی روزنامه خوانده بودم که نوشته بود 500,000 شاخه گل رز معنی یک دختر. 500,000 شاخه گل رز. هر شاخه گل رزی حساب بکنید 250 تا 1 تومن یا 500 تومن چقدر میشه؟ اینا چی از کجا میاری؟ تفسیر میکنن آدم که یه بار داماد میشه، آدم یه بار عروس میشه و باید جشن میگیرن، شادی بکنن، این خاطره میمونه و خاطره بی‌ناموسی و بی‌عفتی باید بماند. ز تقوا جامه در کار برکن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند و لباس تقوا ذالک خیر. لباس تقوا اون خیره. اگر دختر داری باید بیشتر مواظب باشی. دختر تو یک لباس تقواست، باید اون لباس تن یک جوان مسلمان بکنی. پسر تو یک لباس تقواست، باید تن اون دختر جوان مسلمان بکنی. اگر زمینه ازدواج رو مشکل بگیرید، لباس تقوا از تن دختر و پسرتون میفته، دیگه نمیتونید با چیزی اونو بپوشونید. ازدواج کردن آسان بگیرید. یه نفر مرد بلند بشه بگه 50 تا داماد من ازدواج میدم، 50 تا 500,000 تومان چقدر دیگه میشه؟ هیچ چه نمیشه. یک باشه آمد نیست، یعنی هست. یا تجار ما بیان تو این زمینه ها، اما میرن تو باغ عروسی میکنن 10 میلیون تومان یک شب صرف میکنن فقط برای دفتر ارکستر نمیدونم تو بلخرجی 10 میلیون تومان. تو عروسی های بچه مسلمان ها هست که 2 نفر دم در ایستادن، مهمون که میاد میگه کشیدنی دوست داری یا دوشیدنی؟ اول برو اونجا، اگه اهل دودید برو اون طرف دست راست، اگه اهل شرابید برو اون طرف، بدوشو بدمو حب بزن، بعد بیاد تو جلسه. اینم دست ارکستر، اینم شراب، اینم باید کمک هم بکنیم. امشب چه مراسم خوبیه، یادماندنیه، فرشتگان دارن صرف میکنن. میارزه که از بندر عباس بیایید، واقعا میارزه، واقعا میارزه که انسان 7 ساعت راه بیاد تو چنین مجالسی شرکت بکنه و یکی از خاطرات زیبای زندگی و عمرشو رقم بزنه. زندگی خاطره جز بیش نیست. سعی کنی که این زندگی که خاطره جز بیش نیست، خاطره زیبا داشته باشی، خاطره خوب داشته باشی. محمد امین، محمد طاهر، محمد صادق، خود کفار قریش همه با هم گفتن ما جربنا علیک کذبا قط. ای محمد، ما هیچ دروغی رو در طول 40 سال بر تو ثبت نکردیم. چرا بعد از 40 سال آمدی گفتی خدای من تو آسمان خدا رو بپرستی و این قرآن کلام خداست و من رسول خدام؟ تو که دروغگو نبودی. 40 سال بین ما زندگی کردی، کودکی، نوجوانی، جوانی. بعد از 40 سال دروغ میگویید؟ تا 40 سال محمد صادق و امین و طاهر بود. وقتی گفت انا رسول الله، من فرستاده بر حق خدام، گفتن تو دروغ میگی. و اینطوری گفتم بهش ما جربنا علیک کذبا قط، ما که
دروغی بر تو در طول 40 سال ثبت نکردیم، با ما زندگی کردی، صادق بودی. این چه ادعایی است که میکنی؟ بعد گفتن کاهن، ساحر، شاعر، مجنونه. وقتی که علم آورد، اخلاق آورد، قرآن آورد، نبوت آورد، معاد آورد، الله آورد، اخلاق آورد، گفت نه، تو دروغ میگی. محمد صادق. امروز چقدر علمای مسلمین، حکام مسلمین، پدرها، مادرها، تجار مسلمین، بازارهای مسلمین، مدیران، مسئولین، همسایه ها، شرکا، دوستان چقدر نیاز به امانت دارن و نیاز به صداقت دارن و نیاز به طهارت دارن. این سرمایه ها گم شده، انسان ها خودباخته شدن، گم شدن. مسئولین، همسایه ها، شرکا، دوستان چقدر نیاز به امانت دارن و نیاز به صداقت دارن و نیاز به طهارت دارن. این سرمایه ها گم شده، انسان ها خودباخته شدن، گم شدن. اگه این سرمایه ها دوباره برمیگرده، امت اسلامی توانمند می شود. محمد حکیم، کاملترین عقل بشری محمد بود. کل عرب اونو محمد حکیم می دونستن. کسی که حرفی بیهودی نمیزد، تصرفات حکیمانه داشت، تفکر مثبت داشت، فکر بلند داشت، عاقل بود، متفکر بود. 13 سال عرب را آدم کرد که فکر کنن. اصلا کردم رد میشم. این سلامات محمدی هم را حد بفرمایید. من محصاص کنم که من خسته شدم، چون خودش کسی در دیگه. شیطان یه روز به خواب یکی از صحابه آمد، خیلی لاغر شده بود. صحابه تو خواب ازش سوال کرد که فلانی خیلی لاغر شدی، نحیف شدی، جریان چیه؟ گفت از خودت بپرس. میای تو خونه میگی بسم الله، من پشت در میمونم. سر سفره میشینی میگی بسم الله، من گرسنه میمونم. میری رو بستر بخوابی، تو این هوای سرد لحافی میکشه درود، میگی بسم الله، بسمک اللهم وضعت جنبی، به نام توی پروردگار پهلومو گذاشتم برای خوابیدن، خودم رو به تو سپردم. میگو تو زمستان باید من بیرون بخوابم تو سرما، نه لحافی، نه غذایی، نه مسکنی، نه خانه‌ای. تو منو لاغر کردی. البته بعضی شیطان ها هستن که خیلی چاق شدن، اون هم ما خودمون چاقشون کردیم. بیا بشین کنارم، بیا سر سفره، اول تو بگو، اول تو لقمه بردار. دلسوزی و مهربانی و دینداری بندگان خدا به طائف رفت و خودش و دینش و اخلاقش و ایمانش و امانت خداوندی رو تقدیم کرد به اهل طائف. نه تنها نپذیرفتند، بلکه این معلم خیرخواه و دلسوز و فداکار را در منتهای زشتی از طائف بیرون کردند و بلگردای طائف و بچه های طائف و همه سنگ به دست همینجور هورا میکشیدن و سنگ و پرد میکردن و این معلم خیرخواه و دلسوز را از طائف بیرون کردن و خدم مبارک خونالود کردن. رفت بیرون از طائف، در محلی به اسم نخله نشست، استراحت کرد، در حالی که خون از پیشانی و اقدام مبارک پاک میکرد. خداوند فرشته مخصوص کوه ها را فرستاد، گفت ای رسول خدا، آزرد خاطر شدی، خونالودت کردن، برای خیرخواهی و دلسوزی رفتی، برای رحمت و شفقت رفتی، برای دینداری رفتی، برای اخلاق رفتی، برای نجات و سعادتشون رفتی، اینطوری با تو بدخورد کردن. خدا منو فرستاده اجازه بده که اهل طائف و مکه رو بین دو تا کوه پرس بکنم با هم دیگه تا یکی از اونها نماند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه به آسمان کرد و خداوند می‌فرماید ما ارسلناک الا رحمة للعالمین،
تو معلم خیری، معلم خیر که نباید عصبانی باشه، نباید انتقام بگیره، باید صبر پیشه بکنه. گفت نه، شاید از بچه های اینها، از نطفه های اینها بچه هایی درست بشن که بگن لا اله الا الله محمد رسول الله. آخر شد یا نشد؟ از رحمت و شفقت محمد آخر اهل طائف هم گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله در سال 8 هجری، یعنی بعد از 21 سال مبارزه. ابو سفیان هم مسلمان شد، هند هم مسلمان شد. رحمت و شفقت محمد. امروز برادر مهاجر افغانی می‌بینیم که ما رو اینطوری دوست داره. من یک سفری با جماعت تبلیغ رفتم بنگلادش، در اون اجتماع بزرگ میلیونی بنگلادش 10 روز اونجا موندیم. ما رو به اندازه 40 سال سلام باران کردن، از هر طرف میرفتیم سلام علیکم سلام. بنگالی صف کشیده بود دو طرف خیابون که مهمانها خصوصا عربها را جواب سلام بدن و سلام بکنن تا برسن به میدان سخنرانی و اجتماع. هزارها صدها هزار صف کشیده بودن، اجتماعی 3-4 میلیون نفری بود. همینجور دستشون اینطوری میکردن سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام، بعد دستشون رو بلند میکردن به بالا دعا دعا دعا، چیز دیگه نمیفهمیدن. وقتی به کسی میرسیدن که لباس عربی پوشیده بود، از دور همونجور میگرفتن پشت لباسش اینطوری دستشون رو میکشیدن به بدنشون میکشیدن. تعجب میکردیم چرا این بنگالی ها عرب ها رو دوست دارن. بعد پرسیدیم، یکی از همین پیرمردها در حالی که گریه میکرد میگفت ما عرب ها رو دوست داریم چون سوغاتی آسمان برای ما آوردن، برای ما سوغاتی آوردن. میدونی سوغاتی یعنی چی؟ بنگالی میگه عرب برای ما سوغاتی آورده، دین آورده، اسلام آورده، سوغاتی. کدوم پذیرایی بهتره؟ اگه عروسی اسلامی باشه باور بکنید دیگه کسی لب به همین شیرین هم نمیزنه، کسی از کسی گله هم نمیکنه، شام به ما ندادن. حالا خودتون به این نتیجه رسیدید که مراسم عروسی اسلامی هم چقدر استقبال داره و چقدر ارزش داره و چقدر انسان احساس شخصیت میکنه تو این جلسه، احساس هویت میکنه، احساس آرامش میکنه. علی ذکر الله تطمئن القلوب. تو این چند سال اخیر چقدر کتاب‌های روانشناسی ترجمه شده، چون روان انسان‌ها خرابه. همه دوست دارن کتاب‌های روانشناسی بخونن. در اروپا و غرب هر فرصت یک مرکز مشاوره‌ای دایر شده. برای چی؟ روان انسان‌ها خرابه. در صدر اسلام کسی خودکشی نکرده، کسی سکته قلبی و مغزی هم نداشته، چون روان انسان‌ها سالم بوده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. کتاب روانشناسی خوندن درد رو دوا نمی‌کنه، قرآن باید خوند. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن باید پیاده کرد، باید امین شد، صادق شد، طاهر شد، حکیم شد و رحیم شد. باید کینه‌ها رو در آورد، باید شیعه و سنی رو بیرون ریخت. همه مسلمانان باید افغانی و بلوچ و کرد و ترک و عرب و عجم بیرون ریخت. ان اکرمکم عند الله ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یکی از برنامه‌های ماه ربیع الاول هفته وحدت مسلمان‌ها از هم دور شدن، باز احساس پیدا کردن که دوباره نیاز دارن که کنار هم بنشینن و هفته وحدت رو مطرح کردن. نگذارید کسی بینتون رخنه بکنه، شیعه و سنی رو به جون هم بندازه، بحث ترک و عرب و عجم و ایرانی و غیر ایرانی بکنه. علامه اقبال لاهوری دوباره یک بار میکنم براتون: چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم که هم وطنده، سارا جهان همارا، کل جهان مال منه. ما 3 برادر خواهر داریم، برادر خویشاوند و خواهر خویشاوند، باید دوستش بداریم، خدمتش کنیم. برادر مسلمان از هر کجایی که باشه باید دوستش بداریم و خواهر خدمتش کنیم. و حج هم یکی از همین برنامه هاست و نماز هم یکی از همین برنامه هاست. و برادر انسان اونم باید دوست بداریم. حالا اگر دینش هم غیر دین ما باشه اونم برادر ماست، باید خیر خواهش باشیم. ما همیشه نفرین میکنیم خدایا
دشمنان اسلام را نابود بفرما. این باز هم نداریم هر کار گفتن نابود بفرما میگن هدایات این هدایت بفرما. من که واسه میگم خدایا برادر و خواهر غیر مسلمان ما هم هدایت بفرما. این نابود از دشمنان ما تبدیل به دوستان ما و از این دوستی لذت ببریم. من تو قطر بودم چند ماه پیش توی نماز جمعه، بعد از نماز دیدیم که در گوش خطیب دارن فشفش میکنن. یه نفر فکر کردیم یک نفر نیاز به کمک مالی داره، کلیه‌اش از دست داده که به خطیب بگن کمکش کنید، به مردم بگن کمک کنید. بعد دیدیم که نه، یک هندی آوردن، هندی قدش هم کوتاه بود، هندی آوردن تو محراب گذاشتن. حالا مردم همه تعجبن چه خبره؟ بعد گفتن این هندی بودایی بوده، میخواد مسلمان بشه، شهادتین میخواد بگی برای اولین بار در عمرش. تا امام اعلام کرد کل اون مسجد بزرگ همه ما و مبهوت سکوت نشستن. یک هندی، یک بودا و یک گاوپرست میخواد برادر مسلمانش بشه، به اسلام داخل بشه. یک دفعه امام میگفت که برادر قل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. برادر هندی میگفت اشهد ان لا اله، چی نمیتونست تلفظ بکنه. یه خاطره زیبایی بود تو همین سفر. آخر که گفت بگو هم از حد بگو که سین تو مثل سین بلاله، همونم قبوله. وقتی که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، کل اهل مسجد تکبیر گفتن. خوشحال که یک هندی برادرشون شده. باور نمی‌کنی هندی که کسی جواب سلامش نمیداد، همین گفتن رفیق مسئله می‌کردن. اون کت شلواری و کراواتی که مهندس بود و اون عربی که انگار پوشیده بود و سرمایه‌دار بود، اونی که با بنز آمده بود، اونی که تو قصر نشسته بود، همه بلند کردن این هندی رو به آغوش کشیدن، همه می‌بوسیدنش. هندی تعجب می‌کرد این محبت از کجا آمده. تکبیر! این مراسمه که دوستانم دست دادن، دایره زدن، ما به خاطر که عروسی‌ها همش با آلات موسیقی و زن و مرد میرقصن و بالاخره خیلی انحراف توش هست، ما گفتیم خب دایره هایی باشه دست بزنن، اندازه شرعی هم اشکال نداره، یه چیزی باشه که جایگزین اون بشه. یعنی نه اینکه تو عروسی فقط سخنرانی، فقط ماتم همینجور بنشینن، شادی نباشه. جشن عروسی سرود بخونن، هر چی شادتر باشه، فقط شراب نباشه، زن و مرد قاطی نرقصن، بی‌حجابی نباشه، بی‌ناموسی نباشه، اسراف نباشه، حرفای خواننده که میخونه رکیک و نازک و ضد اخلاق نزنه. چه اشکال داره؟ من از شما خواهش میکنم یکی دو تا دیگه بخونن، ولی شما سکوتتون رو مثل الان رعایت بکنید. لذت میبرید، عرفانیت، معناش فکر بکنید. من خواهش میکنم از برادرم عبدالستار سماق از جزیره کرچ آمده. این برادرایی که همراه من بهشون تماس گرفتم که همچین برنامه‌ای هست، دعوت مهاجرین هستیم در شیراز. گفتن لبیک ما هم میاییم. اینا دیشب هم مراسم داشتن، صبح ساعت 8 تا ساعت 9 حرکت کردیم با همه مشکلاتشون. پس یک برنامه‌ای که انشالله الگو ریزی باشه برای برنامه‌های چهره بعدی، که انشالله عروسی‌های اسلامی هم یه شادی هم توش باشه، اشعار عرفانی خوب و زیبا بخونن. اصلا میتونی از خود مهاجرین، افرادی که صداشون خیلی خوشه میتونن دف بزنن، چه اشکالی داره دیگه، کار فرهنگیه. پس یه وقتی خورده نگیرم که حالا این بالاخره دفعی هست و نه، اسلام برای شادی آمده، لبخند گذاشت تو لب به لبخند بزنیم به جای خودش البته، با برنامه‌های خوب مفید. از حوصله همه شما تشکر میکنم. اسم این عزیزان من یه بار با من تبرک بگم. بله اسامی دامادها، برادرمون معراج الدین مبارکشون باشه انشاءالله. برادرمون شرف الدین مبارکشون باشه دیگه. دامید برادرمون شمس الدین، همه دیدن دیگه بالاخره. سبحان الله. یعنی غیر از این مراسم دیگه نمیشد که اینجا برگزار بشه، چون اگه خب یکی معراج الدین، یکی شرف الدین، یکی شمس الدین. معراج الدین یعنی راهی که باید صعود بکنیم و بالا عروج بکنیم. شرف الدین هم دیگه خودتون میدونی شرف یعنی چی. یکیش هم شمس الدین خورشید دیگه. من که خورشید تاریک شد دیگه چی میشه؟ اگه یک شمس الدین من بگم خورشید الدین عروسی غیر اسلامی میکرد چی میشد دیگه خراب میشد. امیدوارم کسانی که بالاخره نصف دینشون کامل نکردن خدا به اونها توفیق بده که ازدواج بکنن. در خاطر
یکی از علمای خودمون نمیدونم رفته بود به خراسان، هم خیلی خوشمشربه و شوخ‌طبعه. بعد درباره حور بهشت صحبت کرده بود و یکی از واقعه‌های بلوچ بود. بعد درباره حور بهشتی و فلان و بحثش اینا، بعد تو جلسه میگه که حالا کی حور بهشتی میخواد؟ هر کی دوست داره دستش بلند بکنه. بعد جوان‌ها همه دست بلند میکنن. بعد پیرمردا دست بلند نمیکنن، به پیرمردا میگه شما حور بهشتی دوست ندارید؟ میگم بله ما دوست داریم ولی از ترس زنهامون دوران نداریم دست بلند. زنها حساسن با زن دوم اینم بخاطر اینکه مجلس عروسی خوش نباشه و یه تنوع هم پیش بیاد و اینم بالاخره خاطره شیرین واقعی بود. البته جوک ساختگی نیست که مردم رو خنده بیاریم. حرام کسی از پیش خودش جوکی بسازه برای خنده در آوردن مردم، حرامه. از نظر شرعی حرام. من از آقایان و عبدالستار سنباکم خواهش میکنم اول یه دیپلمش رو بخونه که 2 تا درباره بس نعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد انشاءالله چه یکی عربی بخونه، یکی فارسی بخونه. شما هم سکوت رعایت بکنید. ختم جلسه انشاءالله دیگه ساعت چنده؟ 12 دیگه. چه وقت هم داره برکت میزنه؟ خیلی برکت میزنه. من فکر کنم ساعت 1 ساعت اصلا به گفته ما ساعت 11 یعنی 10 در واقع. موفق باشید. برای من برکت بفرمایید. انشاءالله همه شما و فرزندانتون به آرزوهای خوبتون برسید و از زندگیتون و از سلامتیتون و از مال و اولادتون و در تمامی شورات زندگیتون خاتمه بخیر بشید و خدا کمکتون بکنه و به هدایت کامل برسید. برای من و خانواده‌ام و همراهان و دوستان و بازرگانان دعا بکنید تا بتونیم انشاءالله ثابت قدم باشیم، در خدمت شما باشیم و تشکر میکنیم از مسئولینی که بالاخره این سالن رو در اختیار گذاشتن. مخابرات دیگه بله دیگه اینا مخابرات و ارتباطات دیگه رابط شدن بین ما و انسان‌ها. از مخابرات هم باید همین بعد یاد که ارتباطات برقرار بکنیم. تا دنیای ارتباطه و واقعا هم مسئولین خوبی دارن که سیاست دارن و مهاجرین هم باید تشکر بکنیم از مسئولین ما در کشور ما که بالاخره این حسن نیت دارن و این همکاری رو دارن. ما هم به شما افتخار میکنیم و دعا میکنیم که خداوند توفیق بده به علما و مسئولین، مدیران و همه کسانی که میخوان خدمت دین بکنن و برای بشریت نیت خیلی دارن، برای امت اسلامی نیت خیلی دارن. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. فقط سکوت رو رعایت میکنید. با یک صلوات من خاتمه میگم و برادران استقبال میکنیم. حاضر انشاءالله